امروز اومدیم با بحث جمعیت تعداد افراد بازیکن GTA در جهان و وارتانده. داخل GTA حدود 18 تا 30 میلیون نفر، یعنی 22% تا 36% GTA بازی میکنن. اما وارتانده 95 میلیون نفر که حدود 60% بازی میکنن. حالا میدونین جالبی چیه؟ الان اینجا GTA یه قطار داره، فکر کنم همتون دیده باشین. تانک بیاره جلوش، قطار اونو بر میداره میبره با خودش، اصلا له میکنه. ولی در واقع اینطوری نیست، اصلا منطق نداره به نظرم. خودم GTA پلی هستم ولی GTA باید کمتر میبود چون منطق نداره. ولی وارتاندر نه، اصلا قطار میبرده جلو، این قطاری که الان براتون میارم یه دفعه درجه تانکو میزد پرت میکرد کلا و این منطق نیست. ساب کن. و اینم امتیاز بازیم که برای شما رکورد کردم.